و گاهی وقتی که من اطفال میبینم که واقعا خیلی وضعیت از اونا بحرانیه، در او زمان یعنی واقعا گاهی وقت من خود گریه میگیره، نمیتونم یعنی خود کنترل بکنم. و یا که وقتی به خانه میایم همون طفل به جلو روی من هست و همیشه در رابطه به او فکر میکنم. و این بعد از اینکه همون معلم این به ما معرفی میکنه، ما متوجه میشیم که این طفل مشکل روانی داره، به خاطر از اینکه مادر از او ترک میکنه و پدر از او هم که فوت کرده و همچنان همون خانم برادر از او رفتار خوبی با او نداره. میامد به تاتا و خانه میشینید خود کرد گپ نزن، میگه چی گپ نمیزن، زبان نداشت پاک. و تجربه ایرم داره که همو خواهر بزرگتر از او که او هم طوری شده بوده که با خاطر همین فقر اندر ایج ازدواج میکنه و این هم همین ترس داشت. خانم لطفه آمد خانه ما به ما بگفت که پریما رو عروس نکنیم. ما گفتم نه من عروس میکنم. گفت نه که تو عروس کنی این خیلی خورده. من به گفت خانم لطفه کردم او رو عروس نکردم، اگه نمیدادم. اگر مثلا همین فضای دوستدار طفل وجود نمیداشت یا اگر سوشیال ورکر یا کیس ورکر نباشه یا ای که اگر کمیونیتی موبلایزر وجود نداشته باشه که برای مردم آگاهی بده، خب این مسلمه که بیشتر مردم خصوصا اطفال اینا دچار مشکلات خیلی زیاده میشن و حتی ممکنه زندگی از اونا به خطر مواجه بسازه. به نظر من به عنوان یک همکار که با لطیفه مدت خیلی زیادی نمیشه کار میکنم، او یک فرد خیلی سخت کوش پیدا کردم. حتی در ساعاتی که غیر از ساعات کاری هسته، زمانی که با او تماس میگیرم، با او صحبت میکنم، به قسمت اطفال، به قسمت کیس های اطفال جوابدهی داره و زمانی که یک کیس حل میکنه خیلی خوشحال میشه و لبخند میزنه.